هنوز نصف خیابونای ایران عاشق 405 باور کن هر چی زمان میگذره این ماشین پیرتر نمیشه، افسانه تر میشه. یه طراحی برای 30 سال پیش، ولی هنوزم وقتی گاز میدی جون میگیره. سبک، تیز، چابک، یه فرمون نرم و شتابی داره که خیلی از ماشینای میلیاردی حسرتشو میخورن. اگه موتور TU5 یا زانتیا بندازی روش میتونه 0 تا 100 و زیر 9 ثانیه بزنه، اونم با خرجی کمتر از یه گوشی معمولی. قطعاتش همه جا پیدا میشه، تعمیرکارش زیاده و با یه بودجه معمولی میتونی وارد دنیای ماشین بازی بشی. بعضیا عاشق چهرهشن، همون دماغه کشیده و طراحی خشن دهه 90 که هنوزم حس یه ماشین مسابقه واقعی رو میده. برای بعضیا 405 فقط یه ماشین نیست، یه رفیقه، یه خاطره است. اما یه عده هم میگن عشق 405 یه وسواس بی منطقه. تو بگو این همه علاقه منطقیه یا فقط تعصب؟ بفرست برای رفیق 405 بازت تا نظر بده.